6 رکورد باشگاه پرسپولیس که هیچ تیمی نداره. 1. پرسپولیس با 16 قهرمانی لیگ پر افتخارترین تیم ایرانه. 2. ارتش سرخ رکورد تاریخی 43 بازی بدون شکست تو لیگ فوتبال ایران رو داره، یعنی تقریبا 2 فصل متوالی حتی یه باخت هم نداشته. 3. پرسپولیس رکورد بیشترین سگانه تاریخ فوتبال ایران رو داره و تا حالا 3 بار موفق شده توی یه فصل قهرمان لیگ برتر، جام حذفی و سوپر جام بشه. 4. پرسپولیس تنها تیمیه که 5 فصل متوالی قهرمان لیگ برتر شده. این شاهکار حتی برای تیم‌های اروپایی هم قفله. 5. پرسپولیس بیشترین لژیونرهای تاریخ ایران رو به دنیا صادر کرده و معروف‌ترین نمونه‌هاش هم علی دایی، مهدی طارمی و مهدوی کیا بودن که تو سطح 1 فوتبال اروپا خوش درخشیدن. 6. طبق نظرسنجی‌های AFC پرسپولیس بیشترین و وفادارترین هوادارا رو داره و به خاطر همین بهش میگن ارتش سرخ آسیا. البته ما طرفدار تیم خاصی نیستیم. تو چند تا پست قبل از رکوردهای استقلال هم گفتیم. حالا پرسپولیسیا لایک و بتر کنن و این پستو هم بفرستن برای طرفدار شیش آتیشه.